بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، قسمی که در تصویر مشاهده میکنین متاسفانه تکلیف دکس کمر، دکس گردن، سیاتیک، اسپر زلزلی و یا شخی عضلات امروز در سرتاسر دنیا رو به افزایش است و نظر به درد و تکلیفی که مریض داره ناگزیر میشه از امپولهای مختلف، داروهای مختلف استفاده بکنه و یا بالاخره تصمیم به این میگیره که عمل جراحی را انجام بده. دیگه نگران نباشین. لطف و مرحمت پروردگار، نظر به تجربه و نظر به مسلک، ما اینجا هستیم تا شما را از این تکلیف و از این درد که هر روز رنج میبرین اول خدا، دوم نجات بدین. هدف ما رضای خدا و خدمت خلق الله است. Çölün ortasından gülleri alın, kurumuş toprakta canım durmasın boşa.